من هر چیزی که داخل پینت بکشم میتونم روی LCD نشونش بدم. فقط تنها نکته که باید توجه کنم این که روی ریسایز پیکسلم به اندازه 128 و 64 پیکسل باشه که توی LCD بتونه نمایش بده. حالا وارد قسمت براش میشم و مثلا این رو میخوام نشون بدم. خب میام یه سیو ازش میگیرم و این فایل رو وارد این سایت میکنم. نگاه کنید، وارد این سایت میکنم که تو کپشنم گذاشتم. چوز فایل رو میزنم و اینجا میبینم که اضافه شده و آلفا من هم اینجا هست. خب حالا میام چیکار میکنم؟ وقتی که این رو اضافه کردم خود به خود اینجا پیکسل ها جوری نوشته میشه که اون شکل رو برای من بسازه و اگه بخوام قسمت روشن و مشکیش رو تغییر بدم اینورت میزنم. کاری که باید بکنم از این یه کپی بگیرم و فقط این قسمتش که مختص به پیکسل های تصویر هست رو کپی پیست کنم داخل آردوینو و روی آردوینو من این رو وارد میکنم در این قسمت و با دستور درا بیت مپ پی میتونم این کار رو انجام بدم و اون رو نشون بدم و اینجا اسم متغیر رو میذارم که اینجا هست. این هم نقطه مبدأش هست و این هم نقطه مقصد هست و این هم اسکیلش هست که با چه اسکیلی نمایش بده. همین و با این دستور ما میتونیم اون شکل رو نمایش بدیم. بریم ببینیم که نتیجه به چه شکل است.